سلام، خوش اومدین. چطور میدونین؟ حالتون چطوره؟ صبح زندان پا میشیم، بساط شیرین و قهوه رو میزنیم بر بدن و فلاکس چای رو میکنیم داخل کیف و راهی میشیم به سمت مدرسه. شیشه کثیفه. من از شیشه کثیف بدم مخصوصا جلو من کثیف ترم شد. پیاده میشیم پاکش میکنیم بدون دریافت دستمزدی نه به دانش آموز کار. بعد حمایت کنیم. بعدش هم ما رو رفتیم داخل حیاط نگه داشتن به خاطر صبحگاه. پرتان چرتان هم خوندن، آهنگ میخونین، حال میکردیم. بعد ناراحت شدم. بله، بعدش پاسور زدیم و بعد رفتیم فوتسال بزنیم که نزدیم. بعد اومدیم چای شیرین زدیم بر بدن و آخرین زن خوشحال از این که داریم میریم خونه. بعدش هم حس آزادی آزاد شدم بیا بغلم. بعدش هم که فهمیدیم خرکیف شدیم عروسی دعوتیم، رفتیم باشگاه ترکوندیم برگشتیم خونه. فهمیدم شیر ندارم. بس دیوانه شدیم رفت به درد نمیخوره، صاحب نمیکنی من دارم اینجا دیوانه میشم.